هایت هستی، سلام من هستیم. توی این بخش اگر تک مهارت تهیه کردی یا اینکه در ادامه رایتینگ توی پکیج میرسیم به مهارت اسپیکینگ. یه چیزی بگم، یه تا که تهیه کردی من نیاز ندارم برات تبلیغ کنم. الان میخوام بهت بگم که بدونی هیچ کس اسپیکینگ و اینجوری که من بهت میگم بهت آموزش نمیده. واقعا میگم که قلبت آروم بگیره، دلت آروم بگیره و اعتماد بکنی. ببین سعی کن بیای از ابتدای دوره هر چی تو ذهنت بیرون بریزی و هر چیزی که بهت میگم رو رعایت کنی. من بهت تضمین میکنم که اگر این نکات که میگم رعایت کنی، اونجوری که میگم تمرین کنی، نمره فوق العاده‌ای توی اسپیکینگ که مهارتیه که چون خیلی شخصیه و نیاز به زبان عمومی داره، خیلی اساتید خیلی گذری ازش عبور میکنن. خب ما برای اسپیکینگ چی کار میکنیم؟ اول میایم هر چی تیپس و تریکس و مهارت و اصول هستش تو برای این بخشای این آزمون نیاز داری بدونی بهت آموزش میدیم. بعد میرسیم به نمونه حل کردن برای هر کدوم از پارت ها. به ویژه پارت 1 که جای این رو داره که ما خیلی بیشتر توش کار کنیم و تو رو از قبل آماده کنیم که اصلا استرس نداشته باشیم. پارت 2 و 3 که تقریبا هیچ استادی بررسی نمیکنه، چون نیاز به این داره که تو زبان عمومی خوبی داشته باشی، چون میخوای طولانی تر و تخصصا موضوعات گسترده تری صحبت بکنی. ما میایم زبان عمومیت رو تقویت کنیم. چجوری؟ هر آنچه از vocab، idioms و گرامر تو برای اسپیکینگ نیاز داری رو به صورت پایه‌ای با هم کار میکنی تا مطمئن بشیم تو از نظر زبان عمومی هم سطحت رشد پیدا کرده. در نتیجه توی هر پارتی میتونی بدرخشی و نمره دلخواهت رو بگیری. بریم شروع بکنیم and let's get started. آزمون اسپیکینگ تو از 4 تا لول و پارت مختلف تشکیل میشه. در واقع از نظر عددی 3 پارته. اما یک پارت صفر داریم که تو وارد میشی، گریتینگ انجام میدی، سلام میدی، از تو ایدنتیفیکیشنت رو میگیرن، میان پاسپورت رو چک میکنن و بعد آزمون شروع میشه. ولی ما برای اون بخش صفر هم یک چیزایی رو بهت آموزش میدیم که تو به آرامش خیال وارد بشی به جلسه. خب ببین، آزمون اسپیکینگ تو در یک روز جداگانه نسبت به بقیه مهارت‌ها برگزار میشه. تو میری داخل اون جلسه بر اساس تایمی که از قبل ست کردی و با ایمیل کانفرمش کردی. روز و ساعت آزمونت اونجا حاضر میشی. خیلی زودتر از اون چیزی که گفتن که نخوای استرس دیر شدن و دیر رسیدنم بگیری. وقتی وارد اونجا میشی منتظر میمونی تا تایم آزمونت برسه. وقتی تایم آزمونت برسه توی بعضی مراکز خودت وارد اتاق میشی و اگزمینر اونجا هست. بعضی مراکز هم اگزمینر دنبالتون میاد. هیچ لزومی نداره و هیچ تأثیری نداره هی به زور سعی کنی در این مسیر با اگزمینر خوشو بش کنی، صحبت بکنی که تأثیری روی اون بذاری. به خاطر اینکه صرفاً بر اساس مهارت تو و یک اصول حرفه‌ای این نمره به تو تعلق میگیره و به محض که داخل اتاق بشینی و تا زمانی که نگه this exam is being recorded هیچ نمره‌ای ثبت نمیشه. خب وارد اتاق شدم. حالا باید سلام بدم. Hi, hello, good afternoon. Hi or hello خیلی اوکیه. Good afternoon کمی رسمی تره. بعد باید greeting انجام بدم. برای گریتینگ یک اصولی بهت میگم که با خیال راحت این بخشم بگذرونی. وقتی که وارد اتاق میشی و شروع میکنی صحبت کردن با اگزمینر، یک پارت صفر داریم که همون گریتینگ و چک کردن آیدی توه و بعد وارد بخش 1 میشیم که یک سری سوالات ابتدا با موضوع home، study or work و hometown از تو پرسیده میشه، چیزی که تو همه دنیا یکسانه. بعد وارد بخش بعدی میشه که همون پارت 1 ولی سوالات گسترده تر میشه. موضوعات سوالات رو بهت میدم. سوالاتی ازت میپرسه که تو باید جوابشون رو بدی، نه زیادی طولانی و نه کم. بعد وارد پارت 2 میشه. یک کارتی بهت میدن، داخل اون کارت نوشته شده که باید در مورد یک فرد، یک شی، یک جا، یک تجربه اطلاعاتشو بهت میگم. place, person or thing توصیف کنی، تعریف کنی و بعد 2 دقیقه باید در مورد اون موضوع صحبت کنی. این تموم میشه.
صحبت کردی، حالا بر اساس اون حرفی که زدی چند تا سوال ازت میپرسن و این میشه راهنمای من برای پارت 3. اگزمینر برای پارت 3 شروع میکنه یک سری سوالات جامع تری میپرسه. پارت 1 مثل یک اسمال تاک میمونه، از تو بیشتر در مورد خودت، خانوادت و شرایطی که مربوط به تو میپرسه. اما پارت 3 میاد یه مقدار تخصصی تر و عمومی تر میشه. سوالات در مورد جامعه میشه، در مورد چیزهایی میشه که همه یه لیستشو بهت اعلام میکنم و این میشه حدود کلی از آزمون تو. چند تا نکته بهت بگم بعد وارد بخش ها بشیم و توضیحش بهت بدم. ممکنه اون اگزمینر تو خیلی با تو مشارکت کنه، خوش رو باشه، حرف بزنه، هر چیزی که میگی سر تکون میده، لبخند بزنه. ممکنه هم یک اگزمینری از اول تا آخر پایین رو نگاه کنه، نوت برداره، بیرون رو نگاه کنه یا خوش رو نباشه. هیچ تأثیری توی نمره تو نخواهد داشت. اصلا نگران نشو، سعی کن تمرکزت رو حفظ بکنی، اون حرفی که باید بزنی رو برای نمره بزنی. وارد شدم و حالا اگزمینر میگه This exam is being recorded. از اینجا آزمون من شروع میشه و در این مرحله من وارد پارت 0 میشم. میشه greeting و identification check، همون چک کردن پاسپورت تو هستش. بهتون پیشنهاد میکنم پاسپورتت رو با خودت ببر برای آیدی، چون که بعضی جاها شناسنامه قبول نمی‌کنن. در واقع اکثر جایی که من میشناسم شناسنامه قبول نمی‌کنن. من خودم سر آزمون خودم شناسنامه‌ام رو برده بودم و سر جلسه اصلی چون توی ماکا از من شناسنامه قبول می‌کردن، گفتم خب آیدنتیفیکیشن میخواد، منم با شناسنامه میتونم نشون بدم که کی هستم دیگه. و وقتی وارد جلسه اومدم بشم به من گفتن که نه ما نمیتونیم قبول بکنیم این آیدی، فقط با پاسپورت باشه. و من پنیک زدم و خیلی حالم بد شد. گفتم که خب من باید چی کار بکنم، همونجا نشستم. بعد یه خانم اومد کمکم کرد و از همون افرادی که اونجا بودن و گفتن عیبی نداره. ایشون در واقع اون مجموعه خیلی با من همراهی کردن، خیلی ممکنه این کار نکنن و کاملا منطقی که از تو نپذیرن، ولی گفتن برو آزمونت رو بده، قبل از اینکه خارجی باید یک نفر برای تو پاسپورت آورده باشه که برای من آوردن و حل شد. ولی برای اینکه این مراحل استرس و حال بد رو تجربه نکنین که به هر حال یه مقدار رو آزمونت تاثیر میذاره، از قبل به خودتون پاسپورت ببرین. قبل از اون آزمونتون حتما مسیرتون رو چک بکنید، مسیر رو یه بار رفته باشید که توی ترافیکش نمونید و همچنین گم نشین که بازمتون دیر نرسین. هیچ زمانی دوباره برای شما تعیین نمیشه اگه به آزمونتون نرسین توی اسپیکینگ. خب بریم با هم دیگه شروع بکنیم. greeting. آزمون به این صورت شروع میشه. متن رو برات میذارم، با هم میبینیم و برات میخونم تا بتونی همه کلمات من رو تشخیص بدی. اگزمینر ابتدا به تو میگه Good afternoon. My name's هستی خطیبی اگر من اگزمینر بودم، یا سعید احمدی. What's your full name? یا میگه Could you tell me your full name please? و تو جواب بدی Good afternoon, hello, hi. و میتونی آپشنال اسم اون فردم بگی. Good afternoon هستی. My name's Deborah Mark. اسم خودتو، اسم و فامیلت رو کامل میگی. حالا این فردی که من مثال میزنم برات دبورا مارکه. My name's Deborah Mark. خب این بخش خیلی آسونه ولی باز یه سری تیپ بهت میگم. Good afternoon و قبلش میتونی بگی Miss, Mr, Mrs, Miss همشون با حرف بزرگ و کپیتال لتر شروع میشه و از طرفی میس هستی نداریم، مستر سعید نداریم. باید میس، میز و مستر با فامیلی عنوان شه. مستر سعیدی، میس خطیبی. اوکی؟ و بخش دیگه استفاده از کانترکشن ها هست. توی رایتینگ یادت میگفتم کانترکشن استفاده نکن. I am بگو، do not بگو، won't، would not بگو، will not بگو. اینجا جاشه که بگی won't، wouldn't، I'm، I've، I'd و از contraction استفاده کنی. برای همین میگم my names. چرا؟ به خاطر اینکه contraction ها informal تر و
صمیمانه و عامیانه ترن. ما هر چقدر سعی می‌کردیم توی رایتینگ بیایم از زبون رسمی‌تر و فرمال‌تری استفاده بکنیم، اینجا جاشه که بیایم از زبون صمیمی‌تر استفاده کنیم. یه جورایی مثل چی؟ یادت توی اینفورمال لتر بهت گفتم که خیلی بیشتر با هم زبون اینفورمال و تونش رو توی اسپیکینگ کار کنیم. اینجا جاشه که ما بیایم از زبون عامیانه استفاده بکنیم. و نکته آخر برای این بخش speak clearly and smile. با اعتماد به نفس، صاف، با لبخند و انرژی مثبت صحبت کن. واضح و آروم آروم کلمات رو ادا کن. اسمت رو کامل بگو. اسمت برای تو هستی خطیبی اینقدر گفتن به گوشت آشناه، ولی برای اون اگزامینر اینطوری نیست. پس بگو Hi, my name's هستی خطیبی. Hi, my name's هستی خطیبی. نه، اوکی؟ بریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی اینجوری ادامه پیدا میکنه. What can I call you؟ و تو جواب میدی، میتونی بگی You can call me Debbie اگر اسمت خلاصه ای داره. Deborah Debbie. یا Abigail Abby، اسمها بعضیشون خلاصه داره. هلیا هلی. میتونی اینجا نیکنیمت رو بگی، چیزی که دوستا استفاده میکنن. یا میتونی بگی Just call me Debbie. You can call me Debbie. Please call me Debbie. یک سری نکات هم درباره این بخش بهت بگم. درباره این بخش حواست باشه که الکی اضافه صحبت نکنی. اینجا صرفا در مورد این هستش که بیاد پاسپورت رو چک بکن و اسمت رو بدونه. نیازی نیست داده اضافه‌ای بگی. علت اسمم چیه؟ My name's هستی. به هم میگن هستی به خاطر اینکه هیچ داده اضافه لزوم نداره بگی. همون چیزی که ازت میپرسه واضح و دایرکت و مستقیم جواب بده. نکته بعدی میتونی بگی You can call me by my English name. اگر اسم انگلیسی داری، مثلا یه نفر اسمش اینجا هستیه، دوست داره در کشورهای دیگه هیزل صداش کنن، مثلا میتونی بگی You can call me by my English name هیزل. اگر هم اسمی نداری یا همچین نیکنیمی نداری، میتونی بگی You can call me by my name هستی یا هستی is okay. اوکی؟ خب اینجا مهم نیستش که چه اسمی میگی، ولی حواست باید باشه که از پریپوزیشن درست call me by my name استفاده بکنی. بریم سراغ بخش بعدی. سوال سوم من در مورد محل زندگی و جاییه که تو به دنیا اومدی. Where are you from? Could you tell me where you come from? و تو میتونی جواب بدی I'm from Iran. I come from Iran. I'm from Tehran, which is capital of Iran. I'm from Bandar Abbas, which is located in the south of Iran. این دوتای آخر میبینی میتونی یک کم داده اضافه کنی اما زیادی نه. یکم سنگیش میکنه و خیلی خوبه و یکم هم گرامر تو نشون دادی اما بیش از حدم نگفتی. بیشتر از این توضیح نده. تیپس های این بخش و یک سری چیزایی که خوبه که رعایت بکنی اینه که بیشتر از اینی که بهت گفتم گسترش نده جواب تو. همینقدر کافیه. I'm from Tehran, which is the capital of Iran. حد اکثر چیزی که میتونی بگی همینه. چون از اگزامینر سوال تو این بخش نپرس، پروفشنال باش. این فقط یه سوالیه که بخواد اطلاعات تو رو تکمیل میکنه. بگو Have you been there? Yeah. I think you should go there. I think you should visit there. نه. این بخش رو نباید داشته باشی. و در نهایت سعی کن محل زندگی تو قطعا ازت میپرسه where you come from. اسم محل زندگیت رو حتما به انگلیسی یاد بگیر. انگلیش نیم کشور و شهرت رو بدون. بعد میریم سراغ سوال چهارم. Could I see your identification please? Can you show me your identification please? به جواب میتونی بدی Here you are و پاسپورت و مدارک همراهته بهش بده. Sure, here you are. Of course, here it is. چند تا نکته هم برای این بخش. Identification همون آیدی پاسپورتت یا مدرکی که همراهته تحویل میتونی بدی. میتونی تو این بخش چیزی نگی اما قشنگتره که خیلی مؤدبانه فقط بگی here it is, here you go و تحویلشون بدی. اما اینجا دیگه صحبت اضافه ای نکن. بعد پارت 3 به پارت 1 میرسم. توی این پارت در مورد موضوعاتی سوال میپرسه که مربوط به خودت، نسبتا شخصیه و یه جورایی همه افراد در سراسر جهان نسبت بهش اطلاعاتی دارن که بتونن جواب بدن. این سوالات که 12 تا هستن در 3 تا تاپیک مختلف پرسیده میشن. اولین تاپیک همیشه یا درباره هوم، خونت، هوم تاون، اون محلی که به دنیا اومدی و سالهای زیادی زندگی میکردی و استادی و ورک، این که درس میخونی یا کار میکنی هست. میاد ازت میپرسه مثلا Do you work or study؟ و تو جواب میدی
I work. اگه کار میکنی و شاغلی. I study. یا میگی جواب میدی I've just finished my university and I graduated but I didn't find a job yet. و اینجوری میفهمونی که درسم تمام شده اما هنوز کار پیدا نکردم. این مشخص میکنه که اگزمینر کدوم لیست از سوالات رو در بیاره ادامه بده، در مورد شغل، در مورد درس یا در مورد یه چیزی میان این دوتا. نمونه سوالات work و study رو با هم ببینین. Where do you study or work؟ در مورد محل کار و تحصیلته. Why did you choose that subject or job؟ چرا اون موضوع رو برای کارت، برای اون کار رو یا اون رشته رو انتخاب کردی؟ Or your first day درباره روز اولت میپرسه. People you work or study with در مورد افرادی که باهاشون کار میکنی یا کسایی که در کنارشون درس میخونی. Or other work or study associated questions دیگر سبک سوالاتی مربوط به کار یا تحصیل. یا اینکه ممکنه در این بخش در مورد هوم و خونت ازت سوال بپرسه. همچین سوالاتی. Where do you live؟ Where you live یعنی توی house یا apartment، خونه‌ای به صورت ویلایی یا خونه‌ای که داخل آپارتمان قرار داره. ممکن در مورد the rooms of the house اتاقهای توی خونه بپرسه. How they're decorated چه جوری تزیین شدن؟ چه جوری دکورش رو چیدی؟ What you can see on the walls در مورد اینکه مثلا روی دیوارها چی آویزونه، باز در مورد ظواهر اتاقت است. Or what kind of views you have from this room What kind of views you have from the windows در مورد ویوی اتاقت. Or the people you live with کسایی که باشون زندگی میکنی. Or the area and street you live in در مورد محل و خیابونی که توش زندگی میکنی. یکی از چیزهای دیگه که توی این بخش میتونه پرسیده شه هوم تاون هست. هوم تاون در واقع میشه جای شهر و کشور مادری تو، جایی که به دنیا آمدی یا دوران کودکی و چایلدهود تو اونجا گذروندی. نمونه سوالاش What's your hometown در مورد شهری که توش به دنیا آمدی یا کودکیت رو گذروندی. Places in your hometown در مورد یه سری جا داخل اون شهر، میخواد پارک باشه، میخواد محل زندگی که داری تویش، در مورد یک جایی که از همه بیشتر دوست داری، یک سوالی در مورد یک مکانی داخل اون شهر هست. All buildings in your hometown about weather or transportation in your hometown در مورد آب و هواش یا شرایط وسایل نقلیش. Or if you still plan to live there آیا هنوز تصمیم داری که اونجا زندگی کنی؟ و تاپیک اول پارت 1 تموم بشه میره سراغ یک سری سوالات دیگه. اینها بیشترین موضوعاتی هست که در سالهای گذشته پرسیده شدن. صرفا 3-4 تا موضوع اول که مشهور هست رو کار نکن. میایم با هم دیگه لغت با گرامرهای مربوط به این سوالات، مخصوصا اونایی که کمتر هستن و کمتر نسبت بهشون اطلاع داری و رایجن رو با هم کار میکنیم که مطمئن شیم نمره خوبی تو این بخش میگیریم. این بخش دیگه تاپیک 2 و 3 سوال ها به ترتیب هی تخصصی تر میشن. اول جنرال عمومی ترن، بعد هر چی جلو میره سوالش تخصصی تر میشه. این سوالات توی این موضوع ها هستن، ولی خیلی هم میگن موضوعات این بخش ها خیلی آسونه، اصلا نگران نباشین. همشون اینطور نیستن. گاهی ممکنه در مورد دیکشنری، گاهی ممکنه در مورد فلاورز دست سوال بپرسه و تو اونقدر اطلاعاتی نداشته باشی. ما با همشون رو کار میکنیم، تمام موضوعات رایج داخل پارت 1 رو بررسی میکنیم، چون جایی هستش که راحت به ما نمره میده. سوالات توی این بخش معمولا با یک سری کلید واژه شروع میشن. خیلی کم پیش میاد خارج از اینها باشه. سوالات توی این زمینه هست. این چه کمکی به تو میکنه دونستنش؟ این که تو موقع تمرین شخصی این تاپیک هایی که بهت میگم و با این ابتدا سوال ها هی از خودت بپرسی که بتونی توی هر کدوم از شاخه ها اطلاعات زیادی داشته باشی. مثلا Do you like
این یکی از اوناست. وقتی من به تو do you like رو میگم و مشابهاش رو میگم، توی شاخه مثل flower تو میگی do you like در مورد چیزی که من دوست دارم، بعد در مورد گلی که دوست داری برای خودت صحبت میکنی. انقدر اینو انجام میدی و برای خودت شروع میکنی نوشتن کلماتی که نمیدونی، ایده های خوبی که میشنوی. هی یه مقدار بگو، بعد بیا برو توی دیکشنری بگرد، ببین آهان این کلمه رو نیاز داشتم. هی وقتی با خودت اینجوری تمرین بکنی، بی نهایت رشد خوبی تو خودت خواهی دید. بعد نمیره تو زمین ناخودآگاهت دیگه، بعد به صورت نچرال ازش استفاده کنی، نه صرفا بیای حفظ بکنی. من خودم هر چی کلمه نیاز داری، یک دایره لغات زیادی رو توی هر کدوم از این موضوع بهت میدم و گرامرهایی که نیاز داری باهاشون جمله سازی کنی. ولی بعد از اون باید سعی کنی از این کلمات و از این گرامرها تو هر کدوم از تاپیک ها برای خودت با نمونه سوالهایی که بهت میدم هی صحبت بکنی، ضبط کنی، رکورد کنی، گوش بدی، اشکالاتتو بگیری و بعد توش مسلط شو. نمره که میخوای رو انشالله میگیری. بریم نمونه سوالا رو ببینیم. در واقع بخش هایی که باش سوالا به صورت رایج شروع میشه. اولی do you like، مثل do you like running. نمونه‌شو ببینیم. do you like running. خیلی مهمه که توی این بخش دیگه نه بگی I do یا I don't. well باید توی این بخش در مورد این موضوع یه مقدار گسترده حرف بزنی. نه اونقدر که زیاده گویی باشه، ولی نه اونقدر کم که در حد 2-3 کلمه باشه. نمونهش رو ببینیم. Do you like running? Well, I can say I'm particularly keen on running, but I do go for a run from time to time. خب نمیتونم بگم که من کینان هستم. عبارت قشنگ کینان یعنی علاقه من بودن به چیزی. نمیتونم بگم که خیلی بهش علاقه دارم و بهش مشتاقم شدیدن. اما هر چند وقت یه بار from time to time میرم و میدوام. نمونه سوال دوم when هست. When was the last time you ran؟ در مورد زمان اون موضوع است و میپرسه. ببینیم. When was the last time you ran؟ Last time I went jogging it was still cold. I guess it was a couple of months ago. I really don't run very often. I prefer swimming or going to the gym instead. آخرین باری که من رفتم برای دویدن، جاگینگ، دویدن ورزشی با سرعت کمتر از دویدن سریعه. هنوز هوا سرد بود. I guess فکر میکنم حدود 2 ماه پیش بود. I really don't run very often. خیلی من نمیدونم به صورت روزمره. I prefer swimming or going to the gym instead. ترجیح میدم شنا کنم یا باشگاه برم. سبک سوال سوم. Have you done something recently? Have you gone for a run recently? سوالی اینجا جواب میدیم Have you played any sports recently? Have you داره، پس یعنی present perfect هست. اینجا جای قشنگیه که من از این گرامرها استفاده کنم. 2 تا صورت میتونم سوال جواب بدم. ببین. یکی از روش‌هاش اینه که I played tennis just last week. Played ماضی ساده. همه تنس ها رو با هم آخر بخش اسپیکینگ، آخر این بخش با هم بررسی میکنیم. I played tennis last week. این یعنی که من هفته گذشته بازی کردم و تموم شده. Yesterday, last week, last month, in January, in 2005. دومی روش This month, I've already played tennis. این ماه به تازگی بازی کردم. این جواب یعنی این ماه بازی کردم و هنوز تموم نشده، بازی داره میکنه. Recently, never, ever, this month, this year, this week و از present perfect استفاده کرده. جواب کاملم Have you played any sports recently? I've played tennis just last week. I played tennis just last week, yeah. This month, I've already played tennis, basketball, and volleyball, and I'm going to play golf with my friends next week. و عبارتهای yesterday, last week, last month, in January, in 2005, simple past, گذشته ساده است. Go, went. اما عبارتهای مثل recently, never, ever, this month, and this week میتونه با present perfect بیاد. I have played, I've played. استفاده از contraction ها توی اسپیکینگ یادت نره. I have نه. I've. Have you ever
این سوال 4 و به معنی این هست که تا الان یه کاری داشتی، اشاره به تجربیاتت یا کاری که قبلا انجام دادی یا تا الان تجربهش رو داشتی داره. میتونیم با present perfect و ترکیبش با past جواب بدیم. جواب ببینیم. Have you ever borrowed any books? I've borrowed books many times. When I was a student, I used to borrow books from the library and friends whenever I could. To be honest, buying all the books I needed for my studies wasn't something I could easily afford. تا به حال کتاب قرض کردی؟ من بارها تا الان کتاب قرض گرفتم. وقتی که دانشجو بودم خیلی این کارو میکردم. I used to یعنی عادت داشتم به کاری. I used to borrow عادت داشتم که قرض کنم. این کار رو در گذشته تکرار میکرده همش. I used to borrow books from the library and friends. از دوستام و کتابخونه مدام کتاب قرض میکردم. Whenever I could. هر موقع که میتونستم. To be honest, واقعیتش رو بگم, buying all the books I needed for my studies wasn't something I could easily afford. خریدن همه کتابایی که برای درسام نیاز داشتم چیزی نبود که بتونم از پس هزینه‌اش بر بیام. قبل از اینکه بریم سراغ سوال بعدی، خوبه که فرق borrow و lend رو اینجا بهت بگم. borrow یعنی قرض گرفتن از کسی. borrow پس from. prepositionش خیلی مهمه. borrow something from somebody. I've borrowed a pencil from Sarah last week, but I haven't given her back. What do you think I should do? borrow میشه قرض گرفتن. حالا lend چی؟ lend to someone. lend something to someone یعنی قرض دادن. I lent money to my friend. خب بریم سراغ سوال بعدی. در مورد frequency هست این سوال، یعنی تکرار یک کار. How often do you go to the library? I graduated from university a few years ago and don't really go to the library anymore. Nowadays, I mostly listen to audiobooks. During my university years, however, I would go to the library almost every day. با چه تکراری؟ هر چند وقت یه بار میری کتابخونه. I graduated from university a few years ago. چند سال پیش از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. And don't really go to the library anymore. و دیگه به کتابخونه نمیرم. Nowadays, در حال حاضر, I mostly listen to audiobooks. بیشتر به کتاب‌های صوتی گوش میدم. During my university years, however, I would go to the library almost every day. اما در سالهای دانشگاهم تقریبا هر روز من میرفتم که کتابخونه. توی این بخش میتونی از I would هم استفاده بکنی که نشون بدی یه کاری رو در گذشته تکرار میکردی. I would go for a walk with my dad every weekend, but I don't do that anymore. یعنی قبلا یه تایم طولانی هر آخر هفته با پدرت برای قدم زدن میرفتی، ولی دیگه این کارو نمی‌کنی. سوال بعدی.